به نام خدایی که در این نزدیکی است. عید نوروز امسال را با گسترش صلح و دوستی در جامعه جهانی آغاز کنیم. نوروز امسال که مصادف با ماه مبارک رمضان نیز هست را مثل هر سال گرامی می‌داریم، چون نشانه ای از قدرت خداوند و حامل پیام‌های زندگی، سرزندگی، شور و نشاط است. در ایام نه چندان دور از ماه‌ها قبل از نوروز روزها را می‌شمردیم تا همون نوروز بر کوبه درها بکوبد و شادی و نشاط را در زندگیمان جاری کند و یادمان بیاورد که زندگی جریان دارد، ولی آنچه که میماند انسانیت است، مهربانی و دوستی و به راستی که چه انتظار شیرینی بود. نوروز گذشته ما حامل پیام این شعر حافظ بود که درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. اما نوروز که می آمد قهرها تبدیل به آشتی‌ها می شد، صلح و صفا و صمیمیت بین خانواده ها، هم محلی ها، همسایگان و مردم جاری می شد و به دنبال بخشش و نیکوکاری بودیم. آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. انجام کار خیر بی منت و بدون چشم داشت از قبل از نوروز شروع می شد و با دستگیری از نیازمندان و بیماران و سالمندان نوروز را زیباتر هم می کرد و چه لذتی داشت آن روزها. تو نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. همچنین در جای دیگر تأکید می کند که خیر کن با خلق از بهر ایزدت. وقتی به نوروزهای گذشته نگاه می کنم می بینم که نوروز حامل پیام صلح بود، اما امروزه متوجه می شویم که در جهانی زندگی می کنیم که شاهد جنگ ها، خشونت های مختلف مردم نسبت به هم هستیم و از ظلم ها و استثمارهای مختلف می شنویم. به همین دلیل صلح نیاز جامعه کنونی و آینده مشترک همه جوامع است و باید رقابت ها و دعواها به همکاری ها تبدیل شوند. بدون شک برای تحقق صلح مشارکت همه مردم و ذی‌نفعان دارای اهمیت است که می تواند مسیر صلح را هموارتر و ادامه راه را پایدارتر کند. در مسیر مشارکت لازم است از همه ظرفیت‌های موجود در هر جامعه عامه دولتی، به ویژه نهادهای آموزشی و فرهنگی، مردمی، تشکل‌های مدنی، انجمن‌ها، رسانه‌ها، نخبگان، مشاهیر استفاده کرد. این شرایط کمک می‌کند تا تبعیض‌ها و ظلم‌ها کمرنگ‌تر شده و حقوق همه شهروندان در جامعه جهانی مورد توجه قرار گیرد. همچنین هزینه‌های اداری کشورها کمتر شود و افراد با تفاوت‌هایی که از نظر تنوع، زبان، دین، نژاد، رنگ دارند می‌توانند با آرامش کنار هم باشند و ضمن احترام متقابل به حقوق همدیگر زندگی با نشاطی را تجربه کنند. بر این باوریم راه نجات جامعه جهانی از وضعیت کنونی تمرکز بر نهادینه کردن صلح است و باید تهدیدهایی که در این راه وجود دارد را شناخت و با تدابیر مناسب برای تبدیل آنها به فرصت‌ها برنامه ریزی کرد. تهدیدهایی از قبیل فقر، توسعه بی‌رویه و غیر معمول قدرت‌های نظامی، اعمال خشونت نسبت به کشورها و مردم ضعیف، نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، نادیده گرفتن حقوق همه شهروندان می‌توانند برخی از این تهدیدها باشند. بر این باور هستیم که بهزیستن اجتماعی که هدف نهایی مددکاران اجتماعی است، فقط از طریق ترویج صلح و نهادینه شدن آن با همکاری همه ظرفیت‌ها میسر خواهد بود و آموزش مهمترین راه ارتقاء فرهنگ صلح در جامعه جهانی است که استمرار در این راه میتواند تأثیرگذار باشد تا از این طریق جهانی شایسته انسانها را بسازیم، نه اینکه منتظر باشیم تا این جهان ساخته شود. به قول دوست فرهیخته‌ام زنده یاد فرهود جلالی کندلوسی، متل نباش همینجوری خار ببو، منتظر نباش تا یک دفعه همه چیز خوب شود. شاید کسی بی‌عت غمخوار ببو،
شاید کسی بیاید تا غمخوارش نشود. مگه خدا نوت برارتر کرد؟ مگه خدا نفرموده است که برادرت تو حرکت تا نبوه نیین خیر و برکت، تا حرکت نباشد خیر و برکت نمی آید. پس بیاییم زمان آغاز عید نوروز که یا محول الحول و احوال را می‌خوانیم، از صمیم قلب از خداوند بخواهیم که به ما کمک کند تا در ساختن جامعه‌ای که در آن صلح و دوستی نهادینه باشد بکوشیم. عید نوروز را به شما خانواده محترم همکاران گرامی، به ویژه جامعه مددکاران اجتماعی تبریک گفته و آرزو می‌کنم در سال جدید دعاهای مادر و پدر بدرقه زندگیتان باشد که به واقع عاملین صلح در خانواده هستند انشاءالله. تهران، نوروز 1403.